سلام، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون. تو این ویدیو میخوایم بریم سه تا یا چیزایی که قرار سیزن بعد بیاد و با هم دیگه بررسی بکنیم. و قبل که بریم سراغ ویدیو لطفا چند ثانیه وقت بذارید ویدیو لایک کنین و واسه ویدیو بیشتر کانال منم اینکه والا این سیزن 12 بهتر بگم A12 که اسم گوشیه. حالا سیزن 12 این آرپی اینا ستایی این یکی از اینا ستمتیک آرپی 40 فکر کنم این قرمز است. احتمال زیاد این قرمزه ستمتیک آرپی 40 و این نارنجی هم به نظر میاد ست لژندری که توی لول 1 بهتون میده است. خب حالا به نظر من والا همین قرمز خوشگل تره. هیچ وقت ندیدم. حالا نه. خب اینا آیتمایی که میدن یه دونه M700، یه VSS، یه دونه وند، یه دونه پیستول از این پیستونا که از این پیستونا که توی مچم هست، چی دارم میگم، و یه دونه شتر. این شتر هم که میدونین سیزن بعدم هم سیزن رمضان هم هست و تم صحرایی تور هم داره دیگه. شتر هم یا اینم تم خرگوشی هم داره. ببینید اینا تم خرگوشی هم داره. این لباس آرپی 100 که به نظر من ست آرپی 100ش بد نیست، ولی اون خیلی شبیه ست سیزن 2 که عکسش حالا اینجا میذارم ببینید. خیلی شبیه ست سیزن 2 میمونه جدی. اصلا کپ همونه ولی فقط مثلا رنگولو کانی که لول 5 میده MK47 و اینجا اگر اینجا دقت بکنی 7 داره که تولد 7 سالگی پابجی. ست هم بک می‌خوره. آره ست سیزن 2 هم فکر کنم بک. آره این ست اصلی سیزن 2 بعد لباس خرگوشی که گفتم حد زدم بک می‌خوره. این واقعا ست سیزن 2 هم بک می‌خوره. نه این بک می‌خوره که من می‌گیرمش. اون تا الان یه بار کلا بک خورده. اون یادمه سیزن M11 و یادمه واسه M11 بک خورده بود. سیزن 6 هم همینطور. سیزن اون بودیم 22 این بک می‌خوره. 21 و سیزن 18 هم بک می‌خوره. اگه ببینیم مثلا اینا همه رو میگم سیزن، حالا واسه راحتی وگرنه میدونم قبلی ماه بودن اینا A یا اینا S هم نمیدونم. اینجوریش ندیده بودیم همین چین شکلی داره دیگه. مثلا توی اینونتوری هواپیماش هم باله، هلمتش هم باله. آره هلمتش لول 1 2 حدش هم که باله. چه انیمیتور داره این پیستولشه. این چی نخه اینم که بسه همون آرپی 40 این که MK47 VSS بک سپور. اینم که این دنس هم واسه چیز همون آرپی 100 است و با این MK47 M700 دیگه یه نیده کیل مسیج رو فکرم داری نمیدونم نیده کیل مسیج رو دارم. این یه دونه ونه هلیکوپتر آواتار فریم و خوابش. حالا بونوس پس یه P90 فرعون قراره بیاد چون سیزن بعد فرعون هم قراره بک بخواه. حالا میریم الان ببینیم. یه دونه P90 فرعونه. خب دو تا ست نمیدونم یه ست متری یا 2 تا ست متری. خب اینجا گوشه رو نمیدونیم. خب باگی هم P90 هم باگیه. خب اینجا هم که مثل اینکه 2 تاست. نمیدونم حالا 2 تا ست میتونی یکیشون انتخاب کنی. مثل مثلا میتونی انتخاب کنی یا گان آپگرید بدی یا ماشین آپگرید بگیری. اینم باگیشه. این لول 1 اینم لول 2 اینم فاینال فورمه. بیسیک فور ادوانس فور فاینال فور. مسیجش هم جالب. هلمنتش بکش نه ساده است. میتونی فکر کنم بتونی سویچ کنی. آره
ست خوش به نظر من این ست مشکی خوش میاد. آقا مثل این که مونده. ما تا الان تونستیم چیزایی بفهمیم که سیزن بعدی از نظر آرپی چیا قرار بیاد و بونوس پس. حالا ببینیم این دفعه ایکس سوت و التیمیت چی قرار بیاد. یه ایکس سوت جدید که قراره بیاد. یه دونه جونپیه که جونپی آپگریدیه. داره تبدیل به مومیایش بکنه. خب اول از همه ببینیم یو ام پی شو ببینیم. به نظر میاد این ببینیم این یو ام پیه که ببینید اینجا. البته خب به نظر من این یو ام پی که داریم میبینید سمت راست بالاییه این لولیه که این هم لول نمیدونم ادوانس فرم یا مکسشه. خب این مکسشه این یو ام پیه. خب اینم به نظر لوت کریتشه. اینم که دیگه اکسوته دیگه. آر پی 100 بیاد. خب نه آر پی 100 چی کالکشن لول 100 بیاد. آخرین کیلو که میگیری همچین انیمیشنی پخش میشه. این ست التیمیت بعدی که یعنی بعد از این ست التیمیت میخواد بیاد. خب گانش التیمیت گلایدر با اون ایشی اون گانه که تازگی چیز اضافه شده که وقتی گانو برمیداری یا میذاری سر جاش یه انیمیشن خاصی داره. خب اینم همون انیمیشن ها داره نشونده انگار خاک رس داره ازش میریزه. خب گان میشه کنم لولیه که خب این لولیه که ادوانس فورم بیسیک فورم ادوانس فورم فاینال فورم یا همون تیم مسیج بالاش هم تیم مسیج این لوت کریتشه. خب اینم تشاباش اینم همون صداقت کنم که دورشه اسکوپ 4 3 6 اینم احتمالی که هست. این آره این بکبکه. این خب مولوتوف و بکبکش شبیه همن دیگه. ساعت شنی خواستی این جم کوپون مثلا باید و فرعون که قراره بک بخوره. این گلایدره مثل که گلایدره. فکر کنم فرعون لول 8 قراره بیاد. نمیدونم فرعون لول 8 احتمال زیاده. میبینی مثلا همون گلایدری که الان نشون داد این گلایدره. این مثل ایکسوتایی که اومده بود همون ایکسوت آتیشیه و این آخریه که حالت چینی طور داشت. خب این هم ایکسوت آپگرید کنی و اینو داشته باشی اینم با ایکسوت آپگرید میشه. جالبه. خب اینم که آره اینم آپگرید میشه مثل این که این گلایدر قبلیه. این که همون کنتیون که دیدیم زلیخا هم بک میخوره. خب مثل این که باسه زلیخا قراره پله تور قراره باشه وقتی هم پاپایون تور اون بیلبیلکی که بالای ایکسوتو بای میستن هم باسه زلیخا اینجوریه کار گنده است. مثلا که لول جدید بسه زلیخا قراره چون که این زیر هم اولتیمیته. اگر دقت بکنیم لول 7 واسه زلیخا و لول 8 واسه فرعون. این از ایکسوت جدید قایق زیره چیه؟ این لولیه که ایکسوت اون گلایدر واسه این ایکسوت قایق اینه این که واسه
که واسه هواپیما این سمت راستیه. این بالایی هم که توی لبه ایکس بیتاست، همین لبه ایکس بیتاست، همون جایی که ایکس بیتا رو میخواد اپگرید کنیم واسه اون رسیدم. خب زمان مردونه هم داره این چیز. لول 2 لول 3 خوشگله. خب این هم گلایدرش. چرا دوتا گلایدر داره این سری؟ الان این کشتیه با اون گلایدر چه فرقی داره؟ این گلایدر یعنی؟ خب این یونتی لول 1 یونتی لول 1 لول 2 نی اتنسو لول 3 یعنی فیلم هستی. یعنی فاینال زده بخش این هم که گفته بودیم واسه یک یونتی هم قرار همچون که بیاد یک کریت خود اونی آزمون که قشنگه. اسکوپ چه یه خوشاباش چه نید و مولوتوفیه قشنگ معلومه روی این کار کردن. ببینید ترکیب مومیایی طور هم داره اگه دقت کنید، یه مومیایی سیاه هم داره مثل مومیای اینترنال. بکشه مثل اینم بکپکی که اول ویدیو دیدیم همونه که آره گفتم ساده است. ایلمنتش که خب ستایی که قراره بک بخوره آباتار پرین کپون. خب چیزی که بعد این اولتیمیت میخواد بیاد این اولتیمیت جوکر. خب دیگه دسته نمیدونم چیه این نشون میده. خب این یا ماسکه یا هلمت، یکی از این دوتاست. این هم جوکره که خب خب مثل این که جوکر یه 100 تیر هم قراره بیاد. این برش سمت چپش یه لوت کریته، اینجا که 100 تیر است. خب من که نمیدونی چه یا هیلمنت یا ماسکه یا کلاه، یکی از این سه است. خب اینجا هم که داریم نگاه کنیم اسمینا این بکپک هم اولتیمیته بکپکه. خب 3 تا آیتم اولتیمیت قراره بیاد یعنی چی؟ نگاه این 100 تیره که لجنده واسه گان آپگریدی اول لجنده بعد متیک میشه. اینم که گلایدرش که یه جور فرش میمونه این متیکه ولی 3 تا آیتم اولتیمیت یعنی واسه بکپک هم میخواد اولتیمیت بیاره. این سطحی بیسی 4 ادوانس 4 هم لبل مکسش که بود کریتو کیل مسیجش هم بالا نه شد همین کیل مسیج میگم یکی از اینا کیل مسیج رو یکیشون هم بسه این چیزه بود بگیم خب نیدو مولوتوفش که همین تیم جوکر رو داره. بک اولتیمیت میخواد بیاد همه چی شد به خاطر این فکر کنم بک اولتیمیته که شبیه مثلا کتاب چی شبیه تابلو میمونه اینجوری همه وسیلات رو توش توی یه ذره جا میدی همین نمیدونم نظر خانم میونه. خب این هم که اموته شروگر حالا که فرض کنید چطی مثلا بکنید. خب حالا که کنید کوپون این چیه؟ آها این واسه اون که خشاب بست میکنی اسکوپ. این اولتیمیت هم قرار با جوکر بست بخوره. پوز اینا هم تغییر کرده یادم اینجوری نبودم پوزه آره تغییر کرده اصلا اینجوری نبودش. خب این هم یه قاب از اولتیمیت هایی که قرار بیاد این دوتا چپی هایی که قرار بک بخوره
این دوتا راستی هم که قرار جدید بیاد. خب مرسی که تا اینجای ویدیو تماشا کردین. لایک و سابسکرایب لازم و تو کامنت ها برام نظرتون راجع به این سیزن چیه. من که نظرمو نمیدونم، شما بگید. فعلا تا ویدیو بعدی، خداحافظ.